دختر رو به عنوان افراد برگزیده انتخاب کردیم. ما 7 تا دختر رو انتخاب کردیم و 6 تا پسر. چون تعداد دخترها بیشتر از پسرها بود، بنابراین ما این حق رو داشتیم که یک نفر بیشتر از پسرها انتخاب کنیم. ببینید همه شما نقاشی بچه‌ها رو میتونید اینجا ببینید. 1 2 و چون سن بچه‌ها، اجازه بدید لطفاً، سن بچه‌ها مختلف بود. سن بچه‌ها مختلف بود. مثلا تو 14 سال مثلا دارم میگم 3 نفر داشتیم یا 2 نفر داشتیم. ما مجبور بودیم از این 3 نفر یا 2 نفر 1 نفر انتخاب کنیم. توی 8 سال ما مثلا 2 نفر داشتیم، مجبور بودیم 1 نفر از این 2 نفر انتخاب کنیم. اینه که نقاشی‌ها بر اساس سنشون ممکنه معنا و مفهومشون با هم فرق داشته باشن، ولی به عنوان برگزیده انتخاب شده باشن. پس دلیل این که می‌بینید شما یه بچه 8 ساله کنار بچه 13 ساله وایسه، همون اختلاف سنی هستش که وجود داره و توانشون رو در همون اختلاف سنی شما می‌بینید. خب اول چون دخترامون فعال‌ترن، با اجازه شما آقایون، شما و پسرها اول اسم دخترها رو می‌گید. میشه خانم مواجه خانم ملیکا زمانی به عنوان کسی که نقاشی خوبی کشیدن انتخاب شدن. خانم لیلا رضایی به عنوان کسی که نقاشی برگ سبزی صوفه درویش چه کند بینوا ندارد بیش. خانم حمیده امیری به عنوان چشم، حتما اجازه بدید شما ببخشید. خانم زینب علیزاده به عنوان نقاش برگزیده انتخاب شدن. خانم گیتا براتی به عنوان نقاش برگزیده انتخاب شدن. خانم میترا براتی به عنوان نقاش برگزیده. خانم هما امیری به عنوان نقاش برگزیده انتخاب شدن. قابل توجه شما باشه پیامی که ایشون نوشتن این هستش که ما چیزی رو که به عنوان هدیه برای خدا پیشکشی کردیم نمیخوایم. این پیام واقعی کربلا بوده و دستشون درد نکنه، خیلی زیبا کشیدن. آفرین، تبارک الله. نوبت پسر هاست. امیر حافظ زمانی، مجید رضایی به عنوان نقاش برگزیده. محمد متین رضایی به عنوان نقاش برگزیده. نقاشی محمد متین یه تابلوی کوچیکی رو ما درست کردیم، با خاک چادر درست کرده بودیم، گودال قتلگاه درست کردیم. متین این نقاشی رو کشیده، یعنی گودال قتلگاه اصالت و اون تابلوی کوچیکی رو که ما با خاک درست کرده بودیم، خیمه‌گاه درست کرده بودیم کشیدن. دستشون درد نکنه. محمد ایمان علیزاده نقاش ایران بودن. اول دوم که دستشون درد نکنه نقاشی آقای امید رضایی هم به عنوان نقاش
امیر سخیپور هم به خاطر رنگامیزی بسیار قشنگشون انتخاب شدن. نقاشی یه چیز عادیه، اما اون رنگی که استفاده کردن، تلفیق رنگ نارنجی و قرمز کنار هم دیگه و اون خورشیدی که زرد و نارنجی و قرمز کنار هم دیگه شده، واقعا روز عاشورا رو نشون میده. یعنی اگر به این نقاشی با دقت نگاه بکنید، یک حس غریب دلشکستگی به دست میده. دستشون درد نکنه، خدا انشاءالله به همشون توفیق بده تا همیشه پیرو خط آقا سید شهدا باشه. این لوح تقدیر از طرف هیئت و کانون حضرت رقیه بنت الحسین داده شده. متن این لوح تقدیر رو من میخونم. بسم تعالی. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. با سلام و احترام خواهر یا برادر گرامی حمیده امیری، خواهر گرامی حمیده امیری، با تقدیر و تشکر از شرکت پرشور شما در مسابقه نقاشی با موضوع محرم و پیام‌های عاشورا که از طرف کانون دینی فرهنگی آموزشی حضرت رقیه بنت الحسین علیه السلام برگزار شد، از آنجایی که نقاشی شما نوجوان عزیز و اهل بیت دوست دارای مفهوم و زیبا بود و توانسته اید آنچه از واقعه عظیم عاشورا را دریافت کرده اید به نحو احسن ترسیم کنید، این لوح تقدیر به رسم یادبود به شما تقدیم می شود. باشد که همیشه و در همه حال پیرو خون برحق حسین علیه السلام باشید. ترکیه، ارزینجان، محرم 1435 هجری قمری و سال 2013 هجری میلادی. ترجمه ترکیش هم نوشته شده، هر کسی خواست بخونه. ما بلد نیستیم. بلدیم. اما امروز روز یادم به کسایی که اسمشون هم نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اول از کوچولو شروع کنیم. بگیرو محمد حسین رضایی. محمد حسین اسمشون مبارکه، انشاءالله مثل اسمشون زندگی کنن. محمد محسن مردانی. محمد رضا سخیزاده. محمد احسان علیزاده. محمد یونس سخیپور. محمد رضا شفایی. محمد حسین امیری. محمد میلاد محمدی. مصطفی بخشی. محمد ندارم. محمد حسین امیری پسر آقا حسن آقاست. کی گرفت؟ کی داری؟ حسینه. اون حسینه. این محمد حسینه. محمد علی. محمد امیر امیری. ماشاءالله ماشاءالله. محمد رضا رضایی. محمد رضا حسینی. محمد متین رضایی. محمد ایمان علیزاده.
از شانس ایشون یه دونه من اضافه کردم. ببینید من در کانکسا اومدم. اگه کسی جا مونده من شما خانم من در کانکسا هستیم بچه‌ها رو پرسیدیم کسی جا مونده دیگه تأخیر از خودشه ولی لیست اونجایی که ما میدونیم همینقدر محمدش بود. این یه دونه اضافه است که ایشون مهمون ما هستن زحمت کشیدن محمد هستن. و در پایان از همه شما گرامیان که تشریف آوردید کمک کردید نظری دادید تدارکات دیدید برنامه اجرا کردید تشکر می‌کنم از همه شما که اومدید و باز بیشتر هدایت کردید هم تشکر می‌کنم از خداوند سلامتی دو دقیقه دیگه مجلس تمومه. از خداوند سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تجدید در فرج ایشون می‌خواهیم. همچنین خشنودی آقا است خودمون رو می‌خواهیم که انشاءالله از ما خشنود و راضی باشن. آبادانی کشور عزیز و اسلامی رو می‌خواهیم انشاءالله یک حکومتی بساطه امر الهی در مملکت ما افغانستان برپا بشه. عاقبت به خیریه جوان‌هامون رو می‌خواهیم که همونطور که می‌بینید اسم مجلس ما رو جوان‌های ما تشکیل میدن. عاقبت به خیریه این سفر و مهاجرت رو از خدا می‌خواهیم. سفر و مهاجرت که ما شروع کردیم انشاءالله ختم به خیر بشه و برای ما در دنیا و آخرت خیر و برکت داشته باشه. همچنین حاجت روایی حاجاتمون رو در نظر می‌گیریم اگر کسی التماس دعا بوده رو مد نظر قرار میدیم و از خدا حاجت روایی حاجات شرعیمون رو می‌خواهیم. از همه مهمتر آمرزش گناهانمون رو می‌خواهیم خدا انشاءالله به ما و شما توفیق توبه بده و گناهانمون رو ببخشه و بخشیده شده از این دنیا بدیم. شفاعت روز محشر رو می‌خواهیم انشاءالله جز کسانی باشیم که شفاعت اهل بیت شامل حال ما و شما میشه. شفای مریضای اسلام، مریضای این جمع، مریضای این کم و کسانی که التماس دعا گفتن رو مد نظر قرار میدیم. و همچنین از خدا می‌خواهیم که ثوابی از این محفل و مجلس ما نصیب روح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ارواح شهداها سید الشهدا بشه و همچنین نثار روح شهدای اسلام الصدر تا حالا بشه، نثار روح شهدای مظلوم افغانستان بشه و همچنین برای درگذشتگان خودمون اینجا درگذشتگان من حقیر بسیار و همچنین بیوارثان و بدوارثان و آقا خلیل خدا بیامرز که به تازگی به رحمت خدا رفتند هم آمرزش می‌خوایم و خدا رو قسم می‌دیم به حق این روز عزیز و حق این وقت شاد دل همه ما و شما و رفتگان ما و شما رو شاد می‌کنیم. و ازتون خواهش می‌کنم انشاءالله همیشه توی مراسم ها شرکت بکنید، همکاری بکنید تا این مراسمی